آمدیم گاردا داخل میمونم گیتیر کار دارم میگه جزدار نیست گل دست ما دنبورا میزنه ایش سفر داخل سیتیشان که مقصد گیتی دوست داره تا خانه تا آمده به خاطر مزرعت خواهی کت گل نیامد خدا یارش بود تا پشت خانه آمده بود من نبودم بود رفت آمدم اونجا جایی که بودم مقصد نجاتی که بسیار بچه رومانتیک است را براتون جدی میگم یکی در پوشیدن خود بسیار پاک است خوب است همون تو خوبت میگم مگم بسیار رنگای تیز نپوش دیگه سرخ نپوش سرخ و زرد نه کل چیز به خدا بسیار لوکس است بسیار بچه انتیکه که از در جایی که میگه بسیار پاک سفلا میگردن فقط رنگای تیز نپوش دخترانه من بیشتر امام کردم دیگه نیره پوشیدم دیگه هرچی تو را خواهر چیز خوب میگه خب بازم دیگه گیتی شروع پخته کردن یاد داری یا قابلی را هیچ کدام شاید نمارم نام خدا میفهمی ناخونای تک دراز است کتش ریموت تو تک میشه در دوران نجیب خاله میشان میگه ما چاقو نداشتیم که ناخون خود لیمو رو توتا میکردیم راست گفته آمدی؟ ناخونای تک دیدم اون وقت یادم آمد الماس سنوبای چطور ضعیف شده یک قسم میگم گیتی جان اشکمبه جنگ است میگه اشکمبه خب آنگه خواندن کنم برات بیا دو خواشتگی نگلی جاگی کرده شکمبه پخته میکنه برو میگم بانگه خواندن کنم براش گیتی جان میگه اشکمبه خالیس کاشته شروع خوری کجاست مادر اولادا کجاست خب بگی دیگه اون مهانیه را که بیغم شایی که صاحب مادر اولادا شایی انشاءالله بخیر در دعای شما بخیر میگیریم دیگه یک دانه 504 گل زده میریم آلمان دیگه شما رو خواستگاری میبرم 504 چی هست؟ امور اتوبوس بگو اتوبوس اتوبوس شرکت چیز شرکت اینمی دختر نامش یادم میره خیلی نامش چی بود نیلوفر اینجا بیاز یک دانه چیز هست نه؟ فروشی نیلوفر چپ والا خراب کردم بازی تا اونجا رفتی این کارم بکنی چه باشه او بین خودمون باشه دیگه ما فهمیدم وقت در آخر مطلب رسید چه باشه دیگه بین خودمون باشه خب با سپرایز کنیم دختره چه باشه دیگه گیتی خرابش نکنیم اوکی گیتی نگه دیگه خب ما کتازی وعده کردیم اوکی افغان اوکی بچه ما رفتم خیلی خدا حافظتم خدا حافظ بای خوش شدیم خوب بود خوب خوردیم دیگه میخوردیم گیتی جان نباشه چی فایده اللهم با قایده دیگه نباشه چی فایده اللهم با قایده دیگه نباشه چی فایده بیارین یگان توی دیگه نیست سمیر از مقارش نخواد بیا یاسو کی؟ سمیر خدا نام من گفتم سمیر از من کار باشه نخواد تو راستی خوب است بیادر جان جور خوب است بیادر پیاد من فهمه که خوب است بیادرم من بیادرم چی خبره دیگه حالت خوب نمیته میبینی خود خوب است فهمه که خوب است خدا بیادرم چی خبره خوب هستی ممیل ناوقت بود امیل یک ثانیه نشه مردم خود میوت کرده خب یک دو دانه لودری کوز داد درست خوبت خودت ای تو مرا میگی لودر کیویس داد مرام گرد کردی؟ نه تو از خود است تیره نمشناسی می دیگره بنامه خودت هستی یا سود نجاتی خیره یا از خود از دوستان جانم از خدا را برکت پرتم جانا که جور است بخیر هستی؟ چی کنیم گیم میزنین دوستا چی میکنین نجاتی قسم میکنیم رقمی که شما خوش هستین هم رقم من باز میکنم هرچی میتونین everyone push the score guys بیادرم تم در آلمان هستی؟ نه من در جرمنی نیستم نجاتی همین جرمنی ساری من در شیکاگو آی قار است میای ترنگ نداری؟ میای ترنگ نداری؟ نه دمو چی یک ویدیو را جور میکنم از اون فیلم دنکیره یک کمکم نوکاش یک چیز زد و همت زردک مون دیگه من گفتم میای تو خصوصی نبود پورا کرد برد گرفته خب اینه ای بازی قچی بگردن پشتم اعلان نمیده او اگر نیو رقم نبود خب ما هم دیده بودم سابقه شمیالو از چه قیست با کسی یاد نجاتی به خدا اینه نه نام خدا میمیریم اگان اکشنکایت اگان ویدیوگکایت بیخی نام خدا تایت هستی شاروخان دویم هستی نام خدا دیست افتخارم هستی
حالا کوشش میکنیم نجات یگانی چیز کنیم بیاد. نه خدا مهرباند. باز ما شما هم سینماگرا که یک جای شویم از ما خدا میده کدام تیار هستم دوا تو شکی بازم سینماگر رو میزنی. تو چی وقت سینماگر شدی نجاتی؟ ما خبر ندارم در 2016 ما میگم تو در پیش سریم شوین کار کردی. استاد مثلا شاینم نجاتی که از بیادر خورد سلیم شاهین است. میگه نجاتی این توهین میکنه. وقدر هم شاین استاد وادستر هنر پیشه ما توهین نکو هر چی که از دوای پیر داده برای ما فهمیدی دیگه یک شاهین آدم خراب است تو بیادر خوردش باشی. خوانه یه قدر پیشرفت نکرده در سینما که بخوای بیادر خورد از او باشه بعد شاگردش هست. آسو جان الان برم من خو اگه خیلی میده داره یا نه که دیم تیک تاک پر کنم دموجا Böyle şeylere benim canlı yayınımda konuşmayacaksın ha yırtarım seni. Tamam. Everyone guys کسایی که 5 نفر 25 تا گل کی داره گل؟ Ya, گل. teşekkür. ای دوستای ترایی کی طرف گل بزنه؟ برید دوستا طرف نیلوم گل بزنین. Samir چی گپ هستا؟ فضل خدا ای تو یک ذره وسط بشین سمیر یک بغل هستی بخی کم معلوم میشی. لای دروی میخوره نمیخواه بره نبا دیگه دوستان آی جانم هستی. او قوچ از قوچ که کنم شارخان تو. میشینه یک رنگ است آسو جان. با یگان تاره که باز وقت نتی یادسو یگان تاره نجاتی که وقت نتی باز جره بگیری در سر شما چی تو بشینه قوچ هستد از هر رقم بشینه قوچش تغییر نمیکنه. ما که یگان تاره جره ما که جره میگیرم باز نجاتی چه قسم جره گرفتن ما سایک خو بس یعنی خاک واره پفت میکنیم